ما خیلی با قرآن مقصریم، مخصوصا ما که ادعا میکنیم بالاخره محب اهل بیت هستیم، اهل ولایتیم، اهل روضه‌ایم، اهل عزاداری هستیم، اهل گریه هستیم. تو روایات اهل بیت اینجوری به ما فرمودن قرآن ربع فینا و ربع فی عدونا و ربع سنن و امثال، که سنت خودشونه، و ربع فرائض و احکام که همون احکام و دستورات خود اهل بیته. یعنی قرآن اول تا آخر یه چیزی ارتباط به اهل بیت داره، یا درباره دشمن اهل بیت میگه، یا درباره سیره اهل بیت داره میگه، یا درباره دستورات اهل بیت داره میگه، یا درباره سنت ها و مستحبات اهل بیت داره میگه. قرآن همش اینه. حالا میشه کسی عاشق اهل بیت باشه بعد بهش بگی قرآن، بگه نه ما خیلی قرآن ما بخوایم تشبیه کنیم اینه مثل خارطه طریق سیره اهل بیته. چرا اینو تشبیه میکنم؟ میخوام بگم چرا ما که سیره اهل بیت رو میخونیم یا میایم پو روضه ها، پو منبرها قصه های اهل بیت رو میشنویم، اگر خارطه کار اهل بیت نداشته باشیم چقدر نقص داره، و اگر داشته باشیم چقدر ما میتونیم ترقی کنیم. شما تصور کنید کسی مثلا دنبال یه دلیل داره حرکت میکنه، یا کسی قاعده داره حرکت میکنه، شما خارطه نداری، ایشون رفتن راست چپ، چیزی خبر میشی، همینجور پشتش حرکت میکنی. بصیرت داری؟ میدونی کجا میخواد بره؟ خارطه نداری، چی خبر دنیا نداری. میگی ایشون رفت راست، خب ما میریم راست، رفت چپ میریم چپ. ولی اگر شما تو دستت خارطه داشته باشی، همین که امام دیدی دست راست رفت، میگه ایشون میخواد بره فلان مسجد، کم کم بصیرت آدم داره، میگه امام اینجوری میکنه، برای این سمت راست رفت، برای این سمت چپ رفت. دلایل فعل امام انسان میدونه. ما مطلوب تسلیم با بصیرت داشته باشیم. تسلیم با بصیرت چجوری میاد؟ سیره اهل بیت رو فقط بخونی، خیلی وقتا سیره اهل بیت، خود اهل بیت یه فعلی انجام دادن، آنچنان دلیلش برامون روشن نیست، دلیلش تو آیات قرآنه. کسی قرآن اونس نداشته باشه، سیره اهل بیت هر چی بلد باشه، بصیرت پیدا نمیکنه، فقط میگه تسلیم. خب باشه، ولی بصیرتت کجاست؟